شاید 100% که استعداد ریاضی نداشتم و خوبم کار نکردم. مثلا من سر یه اشتباه خیلی ساده نمره نیاوردم که تجدید شدم. دیگه گفتم من که شاگرد ریاضی نیستم، پس بنابراین ریاضیات که باید بذارم کنار. حالا چی باید بخونیم؟ ادبیاتم که اصلا یه انشا نمیتونستم بنویسم، پس بنابراین میموند که توی این سه رشته طبیعی. یه آدمی که موفق هستش معمولا که بیشتر موقع عاشق کارشه. وقتی که عاشق کارشه اصلا اون کار سختی نمیکنه، اصلا متوجه سختیاش نمیشه. مثل شما که از صبح از 2 تا عمل الان با من حرف میزنید. آره فکر کنید این رشته‌ای که انتخاب کردید این رویاتون بود، این عشقتون بود یا بر حسب تصادف و اتفاق؟ اولش بر اساس اتفاقی بودش که من یواش یواش اومدم تو رشته جراحی. خب تو ایران اصلا جراحی به اون شکل شناخته شده نبود در زمانی که ما بودیم، برخلاف الان که تو مثلا فرض کنیم تو دنیا همه جا الان خب جراحی قلب رو میشناسنش. 30 سال پیش شناختی نبود اصلا و به اصطلاح کار زیادی انجام نمیشد تو رشته جراحی. پزشکی و نه اینکه من اصلا شناختی داشته باشم پزشکی، بازم من شناختی پزشکی نداشتم. هیچ کسی تو خانواده من پزشک نبود که من بدونم پزشکی یعنی چی. من الان مثلا فرض کنید یه بچه پدرش دکتر مادرش دکتر میره پزشک میشه، خب تمام گوشه زوایاش لمس کرده. تو زمان ما به علت این که من رشته طبیعی خونده بودم، موقع اصطلاح تجربی طبیعی بهش میگفتن، رشته طبیعی بود، طبیعی بود، طبیعی خونده بودم. اگر که میتونستی نمره خوبی بیاری، چیزایی که انتخاب میکردی طب بود و داروسازی و دندون پزشکی و یه چیزایی تو همین زمینه ها دیگه، همین 3 رشته تاپش طب بودش. بعد دیگه وارد رشته دانشگاه تهران شدم و 7 سال طب خوندم اونجا. رتبه‌تون یادتون میاد؟ رتبه‌تون چند شد؟ رتبه‌ام با کمال تعجب خیلی خوب شده بود. نمیدونم 14 بود. چرا تعجب؟ خونده بودین؟ من خونده بودم ولی اصلا یه قسمتی از سوالا رو نزده بودم، نرسیده بودم بزنم و فکر میکردم که حتما نمره نمیارم. ولی خب خیلی اصلا تعجب خیلی عالیه. خیلی خوب بودش. یعنی من باور نمی‌کردم که اینقدر رتبه‌ام کم بشه، اینقدر خوب بشم، اینقدر رتبه‌ام خوب بشه. تو 3 سال اول که خیلی دانشجو بدی بودم. این از درس خوندن واقعا. شما 18 سالگی وارد دانشگاه شدید؟ بله 18 سالگی. چون محیط دانشگاه با محیط دبیرستان خیلی فرق می‌کرد. من خیلی شوکه شده بودم. چون هر کسی اون موقع تو دبیرستان همه با هم خیلی صمیمی‌تر بودن. تو دانشگاه یه مقداری گروه شده بودن و اون سالایی هم بود که خیلی تظاهرات میشد و دانشکده پزشکی هم از اون دانشکده‌های خیلی فعال بود توی چیزای سیاسی. دقیقاً چه سالی بود؟ برای 1351 وارد دانشگاه شدم. اون موقع گروه‌های مختلف بودن، از به اصطلاح چیزای اسلامی بودن، دفتر گروه‌های اسلامی بود، مجاهدین خلق بود، شریک‌های فدایی بود. میگه این گروه‌های مختلف هر گروه اشتباهات زیادی داشتن. منم با هیچ کدوم اینا نمیجوشیدم و خیلی احساس تنهایی میکردم. زیاد لذت از دوره به اصطلاح علوم پایه نمیبردم. 3 سال اول علوم پایه بود. شما خودتون تهران زندگی میکردید؟ بله من تهران زندگی میکردم. اصلا به تهرانم به دنیا آمدم. پدر مادرم مال تهرانم، ولی پدر بزرگ و مادر بزرگم مال جای دیگه هست. چون گفتین تنهایی می‌کردی فکر تنها بودین توی شهر. خب نه محیط دانشگاه دیگه اونجوری دوستای نزدیک نداشتم. ولی توی محیط خب مثلا فرض کنید توی رشته انتخاب کردم ورزش اجباری بود. مثلا من رفته بودم نمیدونم چرا 2 میدان نمیتونستم بدوم. خیلی به اصطلاح چیز مایوس کننده از خودم داشتم. یعنی هیچ موفقیتی نداشتم. همیشه نمره‌هام توی چیز یا جیم میشد یا ب میشد، یعنی نمره خوب نمیگرفتم. ولی تو علوم به اصطلاح بالینی که رفتن وارد بیمارستان ها شدیم. بیمارستان هر ما 3 گروه شدیم در دانشگاه تهران. یکی بیمارستان داریوش کبیر سابق، بیمارستان شریعتی فعلی که الان هم تو اونجا من کار می‌کنم. یه گروه بیمارستان هزار تخت خوابی یا امام خمینی، یه گروه هم بیمارستان سینا.
که شما رفتید؟ من آره انتخابم خب دیگه یه مقدارم نمره هم متوسط رو به خوب بودش. من رفتم بیمارستان امام خمینی، بهترین بیمارستان بود از نظر آموزش بالینی. اونجا خب دیگه رفتیم بخشای بالینی و خب یه مقدار اونجا چون بچه‌ها جمع و جورتر شدن یه مقدار دوستای نزدیکتری پیدا کردم و یه مقدار به اصطلاح اعتماد به نفسم بیشتر شد. اونجا دیگه با بچه‌ها مرتب مثلا تا غروب شب تو بخش قلب و بخشای بالینی بودیم و مریضا رو معاینه می‌کردن. تو کارمون هم که تموم شد ساعت‌ها با مریضا برمی‌رفتیم تو بخشا. با چند نفر بودیم دوستای نزدیکمون که اونام همه بعدها رشته قلب رو ادامه دادن. منتها کاردیولوژی نه جراحی. این تا این 4 سال چیزم گذشت و مجموعه 3 سال به اضافه 4 سال که 7 سال. در آخر اواسط به عرضتون برسونم شاید اول دوره وسط دوره انترنی ما بود که انقلاب شدش. یعنی درست 58 وقتی که ما شروع کردیم به دوره بالینیمون رو شروع کردیم، یعنی باید انترنی که دوره میرفتیم تو بیمارستان به عنوان پزشک جوان شروع به کار میکردیم. شما شاید اصطلاحات ندید 3 سال انترن که اینترن هستش که پزشک بیمارستان هستیم. میرفتیم اون موقع درست مصادف شد با 16 شهری و 17 شهری و 17 شهری خاطرتون میاد که میگفتن چند هزار نفر کشته شدن، یعنی تظاهرات اوج تظاهرات و اینا و بعد ادامه پیدا کرد تا 6 ماه از دوره بالینی ما که گذشت انقلاب شد. یعنی درست وسط دوره به اصطلاح بالینی ما 6 ماه از دوره همون مونده بود. البته تعطیل نشدیم خوشبختانه، ما جزو گروهایی بودیم که چون کارمون ادامه پیدا کرده بود تعطیل شد. مثلا از دانشجویی دیگه ما در اومده بودیم. بعدها بود که انقلاب فرهنگی باعث شد که خیلی از دانشجوها متاسفانه کارشون مختل شد و درسشون عقب افتاد. دیگه من خورد دوران انقلاب به عرضتون دوره جراحی بود که من بیمارستان سینا بودم. بیمارستان سینا خیلی بیمارستان اکتیوی بود از نظر جراحی، چون مرکز تروما و صدمات و تصادفات و اینا بود. مخصوصا هم اونجا رو انتخاب کرده بودم که بیشتر کیس ببینیم و کار بکنیم. بعد از اون باید امتحان ورودی میدادیم. این بعد از اینکه تو جراحی علاقه‌مند شدم، یعنی تو جراحی کار عجیب غریبی دست می‌زدم. مثلا تو درمونگاه که تو اتاق عمل با جراحی با بیوشی عمومی می‌کردم، از دانش کم مثلا توی همون درمونگاه بیمارستان سینا کارهای عجیب غریبی من می‌کردم. دستور نمی‌ترسیدین؟ همون یه چیز جسارت بیش از حد داشتم. مثل اون ظاهر گروه بود جراح دیوانه، یه کارهای در حد دیوانه‌ای که یه استاد من در به در دنبال من میگشت که یه کاری رو کرده بودم، میخواست ببینه کی این کاری کرده که من در رفتم مثلا از بیمارستان. یعنی چیکار کردی؟ کار خوبی کردی من برای نه کارم خیلی اصولی نبود ولی تعجب میکرد که توی درمونگاه چرا این کاری کردی. میخواست من ازم بازخواست کنیم که من خلاصه در رفتم اومدم. اون موقع خیلی جدی نبود، همه چی شلوغ پلوغ و خلاصه اون داستان به خیر گذشت. دوره چیز که تموم شد باید امتحان میدادیم برای تخصص. قاعدتا ما باید میرفتیم سربازی. آقای دکتر رضوانیان مشغول سربازی شده بودن، ولی یک قانونی اونجا بود که اگه معدلمون از یه مقداری بالاتر بشه، معدل این چند 7 سال پزشکیمون معاف نمی‌شدیم، میتونستیم بعد از اتمام تخصص چیز بکنیم. حالا خدا پدرشون بیامرزه این قانون بودش، چون بلافاصله معدل شما چند بود؟ من معدلم از 3.5 به بالا اگر بود مجموعه 4 بود. کل چیز رو 4 حساب می‌کردن. اگر از 3.5 به بالا بود میتونستیم بریم. من از 3.5 به بالا بودم. خیلی از دوستای دیگه هم از 3.5 به بالا بودن. حالا یه عده‌شون حتی نخواستم بیان تخصص ببینن. من ولی خواستم تخصص ببینم. مونده بودم بین چند تا رشته. یکی اطفال خیلی دوست داشتم، بیماری اطفال خیلی دوست داشتم. یکی همین جراحی رو دوست داشتم و در چند تا دانشگاه شهید بهشتی اون موقع و مثل دانشگاه ملی و دانشگاه تهران امتحان دادم که همش قبول شدم. هم اطفال قبول شدم هم توی جراحی. یک ماهی هم رفتم بیمارستان لقمان جراحی
کار میکردم اونجا تا اینکه جواب قبولیم توی دانشگاه تهران اومد. گفتن شما دانشگاه تهران قبول شدید. انصراف دادم اومدم دانشگاه تهران دوره 4 ساله. اونجا لقمان دیگه اینجا بیمارستان خودمون بود، یعنی محیطی بود که باش آشنا بودم، از کارگر و زیرزمین و نمیدونم سردخونه و راهرو و آشپزخونه و همه چیزی میشناختم دیگه. 4 سال تموم تو اونجا زندگی کرده بودم، سوراخ سنبه‌هاشو میشناختم دیگه. اومدم بیمارستان امام خمینی جراحی عمومی رو شروع کردم. تا اولین سال که تمام شد درست تو تابستونه به اصطلاح تو شهریور بود، چون ما از مهر شروع کرده بودیم، اواخر شهریور بود که از درمونگاه داشتیم میومدیم تهران رو بمباران کردن. خاطرتون اگه باشه یا خاطرتون نیستش، جنگ به اصطلاح عراق علیه ایران شروع شد که درست وقتی که من داشتم از درمونگاه برمیگشتم سرم بالا کردن، شاید اگر واقعا بهتون بگم یه دونه RPG دست من بود این هواپیمای عراقی رو میتونستم بزنم. اینقدر پایین اومده بود از روی بیمارستان امام رد شد، درست از بالا سر بیمارستان امام رد شد در فاصله یه هواپیمای سیاه رنگ از بالای بیمارستان که اومده بود اگه خاطرتون باشه فرودگاه رو بمباران کرده بود. مقصودم اینه که شاید تاریخچه‌شو شنیده باشین که خب یعنی میخواستم بگم که تاریخ به اصطلاح جراحی عمومی ما مصادف شد با دوران جنگی که یعنی بیمارای صدمه دیدم میومدن به دست شما و بر همون موقع بود ما برگشتیم درمونگاه بلافاصله که مجموعین زیادی رو بردم. از جمله مجموعی بود که بیچاره داشت توی فرودگاه مهرآباد باغون این چیز کنارهای چیز بود که داشت آب میداد، همینجوری یه مرتبه دیده بود که دستش با شیلنگ نیستش، یعنی دستش از اینجا قطع شده، درست از شانه قطع شده. و خلاصه دوران خیلی به اصطلاح دردناکی بود. بعد دستش مطمئن دیگه دستش قطع شد دیگه، فقط زنده بودش. و خب دیگه یعنی شما دیگه درس نمیخونید، همه چیزی عملیه تو قسمت تخصص. بعد درس هم داشتیم، درسای تئوری. چیزی که دانشگاه تعطیل نشد شما درستون ما دیگه چون دیگه دوران بالینی بودیم کلا اصلا به دانشگاه دیگه کار نداشتیم، ما دیگه تو بیمارستان کار می‌کردیم. آموزش ما از اساتیدمون بود و کتاب هم داشتیم، کتاب رفرنس داشتیم، باید این کتابا رو می‌خوندیم خودمون و کلاس تئوری اصلا وجود نداشت و به اصطلاح اصلا مرسوم پایان نامه هم باید شما میدادید. بله تو هر دوره دیگه هم برای 7 سال اول بله 7 سال اول موضوع پایان نامه دکتر توی 7 سال اول بیماری‌ها توی در رشته اطفال بودش واسه همین داشتم، ولی در تخصصتون در دوره 4 سال تخصصم من چون یه قسمت طولانی از دوره‌ام تو بخش سرطان گذرونده بودم با اساتید اون موقع مرحوم دکتر اسکویی راجع به کاراتید بادی تومور گرفته بودم. یه توموری که تومور عروقی بودش تو گردن بود، اون موقع تو بخش ما خیلی عمل میشد و ما تعداد زیادی جمع کرده بودیم از این کیسا رو. اون پایان نامه ما بالاخره 4 سال که مصادف بود با اینکه همواره میرفتیم به اصطلاح در بیمارستان‌های صحرایی و بیمارستان‌های خط مقدم جبهه و همینطور با روحیتون سازگار بود. آره مثلا هیچ مشکلی نداشتیم؟ نه خیلی اتفاقا من خودم مثلا روحی براتون پیش نمیومد؟ نه خیلی اتفاقا خودم مثلا جزء تیم اضطراری بودم، یعنی بعد شخصیت صبوری دارین؟ آروم؟ نه خیلی اتفاقا من عجول و استرسی هستم، ولی خب احساس می‌کردم شاید ما اولین تیمی بودیم که از بیمارستان امام من سال 1 بودم، یعنی تازه وارد سال 2 شدم. یعنی میدونی که وقتی که اینا حمله هوایی رو انجام دادن اوایل مهر بود که حمله زمینی رو انجام دادن و به خاک ایران تجاوز کردن و بیمارستان امام اولین بیمارستانی بود که اعلام آمادگی کرد و خود ما با یه سری از جراحا و بیهوشی‌ها و اینا رفتیم ترمینال جنوب، اونجا یه اتوبوس اجاره کردیم خودمون، یه داوطلبانه، گروه داوطلبانه. اون موقع اصلا یک داستان عجیب بود. یعنی فقط مثلا انسان دوستانه بود. بعد دیگه ما خودمون پولی هم که به شما پرداخت نمی‌کنه. نه پول که اصلا مثلا فرض حالا 1000 تومان مثلا من نمیدونم شاید مثلا 500 تومان هم ندادن، ولی مسئله پولش نه، خودمون از جیب خودمون کرایه ماشین رو دادیم و
ماشین که بکردیم با یه گروه اتوبوس یعنی انقدر اوضاع بحرانی مثل نیاز میکردیم که باید بریم. خیلی بس خراب بودیم اون موقع، اصلا هیچ کسی نبود اونجا. ما با اتوبوس رفتیم خط مقدم که موقع چند سالتون بود؟ من اون موقع 26 سالم. ازدواج که نکردیم؟ نه خیلی. بعد دیگه یعنی میخواستم بگم که شما میفهم به روحیت میخورد. داره من خیلی خودم اصلا همواره داوطلب بودم، جزو تیم داوطلبا بودم. آقا جان اینا میگن آدم استرسی و عجول، ولی از اون مثلا خیلی این موقع بحران تصمیم گرفتن. آره ولی خب بالاخره تمرکز دیگه می‌کردیم. وظیفه همه یعنی طبیبا خیلی در اون دوره و پرستارا زحمت کشیدن و خودگذشتگی نشون دادن و خیلی کارهای خوبی کردن. و ما به تبع اینکه بالاخره فکر می‌کردیم اگه کاری از دستمون بر بیاد، همه ملت بسیج شده بودن واسه اینکه بالاخره یه کاری بود که نباید میشد سر مملکت ما آورده بودن و میرفتیم بالاخره برای اون سرباز بیچاره که رفته بود اونجا رو کمکش میکردیم. 100% الان هم اگر که اتفاق بیفته به هر صورت وظیفه خودمون میدونیم. من مطمئنم همه پزشکا، تیم پزشکی، پرستارا، تکنسین‌ها این وظیفه خودشون میدونن که این کارو بکنن. اون موقع هم خب خیلی خیلی مردم شاید یادتون باشه یا بعدا شنیدین که خیلی بیشتر تمایل داشتن که عاشقانه برن و کمک بکنن و خیلی ایثارگری خیلی زیاد بودش. به هر صورت دوران جراحی ما عمدش به اصطلاح مأموریت‌هایی بودش که به خط مقدم اعزام می‌شدیم و بیمارستان‌های صحرایی و یا پشت جبهه کار می‌کردیم و همین که وقتی برمیگشتیم خب مریضای علاوه بر مریضای الکتیو یا مریضای انتخابی که عمل می‌کردیم، یه تعدادی از تختامون هم به اصطلاح مداوای مریضای جراحی که ناشی از صدمات جنگی و اینا بودش. خب این تجربه و برخورد عجیبی بود برای فرض کنید جراحان اون دوره با بیمارانی که اصلا ندیده بودن. مثلا بعد آقای تو تجربه داشتی؟ نیستیم باید چیکار کنیم؟ تجربه موارد یعنی در تصمیم میگرفتیم. خیلی اصلا تجربه جراحی جراحی عجیبی بود که تو اون موقع امکانات خب دیگه تا قبل از اینکه جنگ بشه امکانات خوب بود، ولی خب بعد از جنگ یواش یواش امکانات محدود شد. به اصطلاح همونجوری که شنیدین سیاست‌های انقباضی گرفت دولت برای اینکه بتونه جامعه رو از نظر تورم و نمیدونم چیزهای اساسی کنترل بکنه. اینا خب یه مباحثی هستش که دوره سختی بود. خب دوره خیلی دقیقاً دوره رشد شما همش جنگ و برای مردم خیلی سخت بود. برای مردم منم خب جزو مردم عادی بودم، یعنی ما هیچ تفاوت یا لول خاصی نداشتیم که بالاتر یا چیز باشیم. منم مثل مردم عادی بودم. خب بعد با همین تجربه ها رفتین، حالا چی شد که جراح قلب؟ این 4 سال که گذشت خب من خیلی اکسپوژری پیدا کرده بودم و علاقه داشتم به جراحی عروق. یعنی همینجوری میدیدم که مثلا فرض کنید تروماهایی که میومد عروق و وجودی که خیلی خیلی کم یاد گرفته بودیم، خیلی کم دیده بودیم مثلا تو بخشمون، ولی خب یکمی مطالعه کرده بودیم. شروع کردم به جراحی عروق رو توی چیز انجام دادن. پیوندهای عروقی رگا پاره میشد، ترکش میخورد و از یه رگ داشتیم پیوند میکردیم. دیدم مثل که من یه مقداری تو این زمینه شاید استعدادی داشته باشم. خیلی رگای گردن و حتی خیلی جراحای با تجربه بودن با هم میومدن تعجب میکردم. مثلا مریضایی بودن عجیب غریب، کاروتیدشون رگای بزرگ گردنشون پاره شده بود، آورت شکمیشون. اینا رو به نظرم میاد که رشته خیلی جالبیه جراحی عروق. و بعد که 4 سالم تموم شده فارغ التحصیل شدم، باز طبق یه به اصطلاح بخشنامه ما میتونستیم بریم فوق تخصص. سربازی چی شد؟ سربازی هنوز قرار بود که ما انجام بدیم ولی هنوز چیز نشد. بعد رفتیم به اصطلاح فوق تخصص کنکور بردادیم. فوق تخصص بعد امتحان برای جراحی وارد شدن به دوره تخصص. بعد یه امتحان ریتن داشتیم به اصطلاح، یه اورال، بعد میرفتیم اونجا امتحان میده. برای فوق تخصص هم همینطور باید به اصطلاح یه امتحانی رو میگذروندیم شامل به اصطلاح نمره هامون بود، آیا بخش مربوط موافقت میخواستش
یه امتحانی هم برای ورود به فوق تخصص داشتم. چرا وای نمی‌ذاریم؟ علاقه داشتیم به ادامه این؟ خب فکر می‌کردم خب چرا حیفه اگه میتونم الان ادامه بدم برای چی بکنیم؟ خب میشه الان چند سالتون که میرید برای فوق؟ الان 4 و 25 و 29 سالم. 29 سال وارد فوق. خیلی جوان بود. خب آره. خب این همه تجربه داشت کرده مختصر می‌گم. خب تجربه خیلی بود، یعنی واقعا ما نان استاپ جراحی می‌کردیم. بعد پدر مادرتون دوست داشتن این کاری که کردن انتخاب؟ بنده خدا اونو کاری نداشتن. اصلا هیچ وقت در تصمیم گیری من دخالتی نداشتن. ناراحت بشن، خوشحال بشن، حمایتتون کنن. خب چرا 100% خوشحال بودن، بهتون افتخار می‌کردن. خوشحال بودن. خب مسلماً وقتی که می‌رفتیم مثل همه پدر مادر جبهه می‌رفتیم. خب هورمون نگرانی. رسیدیم اونجایی که گفتیم که دیگه من عملای عروق انجام بدم، کارهای عجیب غریب می‌کردم و اینکه همه استاداتون تعجب می‌کردن که چطور شما مثلا استادام نه، ولی خب جراحایی که با هم تو جبهه بودیم، جراحایی که تو جبهه بودیم می‌دیدن که کیسای عروقی پیدا می‌شد، این تروماها رو من صدا می‌کردم. بعد خب یه مقدار علاقه نشون دادم توی این قسمت. خودم به نظر اومد خب خیلی رشته جالبی. به فوق تخصصی که رسید، در اون موقع فقط 2 تا رشته فوق تخصصی برای ادامه جراحی بودش. یکی جراحی ریه بود، یکی جراحی قلب. جراحی عروق هم وجود نداشت در اون موقع، آموزشی اگه بود میرفتن عروق، شاید میرفتم عروق. ولی خب من چون یه زمینه و خیلی به قلب علاقه داشتم از دوره دانشجویی، با دوستامون خیلی تو بخش قلب خیلی ابهت داشتیم. تو بیمارستان امام ما تو بخش قلبمون اساتیدی مثل پروفسور معصومی اگه اسمشو شنیده باشین، آقای پروفسور امیدی، دکتر ناظری، یه بخش قوی بود که وقتی اساتیدش می اومدن اصلا همه ما دانشجوها مثل که مثلا این موقع جوونا بی‌طلا رو می‌دیدن اسمش می‌رفتن، ما مثلا واقعا اینجوری از خود بیخود می‌شدیم این اساتید رو می‌دیدیم. یعنی آرزومون این بود که مثلا فرض کنیم یه صدای قلبی رو بتونیم تشخیص بدیم. خیلی من علاقه داشتم. همکارای دیگه هم همینطور، یعنی چند نفر بودیم که ما خیلی به قلب علاقه داشتیم، بنابراین دوست داشتیم قلب فالو بکنیم و اینا. آقای مهندس سامیزاده، آقای مهندس سامیزاده اگر بشیم من برم جراحی قلب. منتها جراحی قلب در اون موقع در بیمارستان امام که من تحصیل میکردم خیلی بخش به اصطلاح کم فعالیتی بود. علتش هم این بود که خب هم اصلا امکانات خیلی کم بود اون موقع. مثلا جراحی قلب اون موقع یه چیز دیگه ایست و از امروزه بودش. بعد جنگ هم بود، اصلا توجهی نمیشد. همه بیشتر چیزایی که توجه میشد بخشای ارتوپدی بود و جراحی عمومی که بتونه این همه مجروح رو درمان بکنه. ولی خب من رفتم درخواست دادم و موافقت شد و با همون امکاناتی که در اون موقع بود بیمارستان امام من جراحی قلب رو نزدیک 3 سال اونجا خوندم فوق تخصص. تو اگر وقتایی هم اجازه میتونستم بگیرم یا کارمون کمتر بود اجازه میدادن میرفتم بیمارستان شهید رجایی که اونجا مرکز جراحی قلب مملکت بود و از زمان شاه به اصطلاح مرکز مجهزی درست شده بود و اونجا اعتبار داشت و جراحی خیلی خوب بود. منتها اون موقع هم جراحا رفتارشون رفته بودن. یه تعداد کمی از جراحای مثل آقای پروفسور راستان و پروفسور تربیت اونجا بودن. من یعنی از ایران دیگه رفته بودن اکثرشون رفته بودن بعد از انقلاب، ولی پروفسور راستان و پروفسور تربیت بودن. من با به اصطلاح هماهنگی با دکترای جوان و دستیارای اونجا بعضی وقتا یواشکی بیمارستان امام میرفتم شهید رجایی که ببینم اونا چیکار میکنن، چه عملایی میکنن. اجازه میدادن داخل بریم؟ بله اونجوری چیز نبود چون جامعه علمی اینقدر به اصطلاح چیز نمیکرد. مثلا میومدیم میگفت بیا طبقه فلان اتاق عمل بود مثلا من فاطمه نمیخوام میتونستیم بریم اتاق چون تو این فیلد بودم من. مثلا شما اگه بخوای بیای تو اتاق عمل ممکنه که یه مقدار برات مشکل بشه، ولی اون تو اون فیلد بودم و جراح بودم میدونستم و دوستایی داشتم اونجا میشناختم میشد بریم بیمارستان. هم تو انگلیس هم که من بعد رفتم همه بیمارستان‌های بزرگشو از همین طریق آشنایی به سکرترشون زنگ می‌زدم میرفتم. مشکل اول حاضر میشدید و میدیدین که دارن چیکار می‌کنن. چیکار این 3 سال گذشته امتحان دادم و من امتحان دستیاری جراحی قلب و فوق تخصص جراحی گرفتم
و باز هم من نمیدونم اونجا باید پایان نامه شما بدید. بله باید پایان نامه میدادیم و به اصطلاح امتحان میدادیم. امتحان بسیار سختی هم بودش. بعد خب شما تجربه خیلی بالایی داشتیم ولی باز هم اون تجربه اینجا تئوریاش تئوری میخواستی که اینجا باید درسمون هم خونده بودیم و وقت داشتین دکتر. شما هزینه زندگیتون که تامین میکرد؟ هزینه زندگی رو کار میکردیم. 20 شب درمان کشیک میدادیم تو درمانگاه با عنوان پزشک عمومی و جراح مثلا تخیه میکردیم و این چیزا. کسی حقوق رزیدنتی و دستیاری که کفاف این چیزا رو نمیداد. من دیگه اون موقع هم ازدواج کرده بودم، بچه‌م داشتم دیگه. چه سالی؟ یعنی موقع فوقتون ازدواج کردید؟ نه، تو آخر جراحی عمومی ازدواج کرده بودم و تو جراحی قلبم بچه دار شده بودم و خب باید اجاره خونه میدادم. مشکلات مالی همه الان جوونا داشتم من اون موقع و خب باید کار میکردم. من تا 20 شب 21 شب کشیک میدادم پشت نانستاپ. تو یک ماه کشیک میدادم. بعد خانمتون ناراحت نمیشد دستتون نیست؟ چرا؟ ولی خب دیگه بالاخره چاره نبود دیگه. ایشون هم پزشکی خوندن؟ نه خیلی خانم نه برزتون برسونم ایشون تو خورد انقلاب فرهنگی بسیار شاگرد چیزی هم بود و متاسفانه نتونست تحصیلاتش ادامه بده و خب همیشه مخصوص این قضیه رو میخونه ولی خودش این چیز داره تنیف داره که آیا تو با عشق ازدواج کردی؟ نه آستگاری؟ یه مقدار آشنایی به اصطلاح خانوادگی داشتیم. پدرم با پدر ایشون دوست بود و یه مقدار خانوادگی میشناختیم دور هم دیگه. نه عشق اینا زیاد من معتقد نیستم بهش. واقعا نیستین اصلا؟ نه خب فکر میکنم احساس چون بخاطر جراح قلبیم دیگه اون تپش قلب و این چیزا رو اصلا نیست. نه نمیدونم حتما هستش من راجع من صرف نمیکنم نمیگم. شما متوجه چه هستی دکتر؟ من شهری نه خیلی رومانتیک نیست مثل که اردیبهشتی ها خیلی چیزه. فهمیدی چرا بس پرسیدم. ولی خب صبر ایوب دارید. اتفاقا من خیلی کم صبرم. مطمئنی شهریوری؟ آره بله من خیلی کم صبرم ولی خانم هم صبرش زیاده که با این گرفتاری کاری من تحمل کردم. بعد از به اصطلاح دوره جراحی قلبم که امتحان دادم و تموم شد هنوز تو دوران جنگ بود دیگه. میدونی که جنگ 8 سال طول کشید و من درخواست دادم یعنی خود اساتیدم گفتن خب تو بیا جزء هیئت علمی بشو. اصلا اون موقع که همه میرفتن شما نمیشه منم برم از ایران چرا بمونم اینجا؟ اصلا همچین فکری به ذهن نمیرسید؟ شاگرد خیلی خوبی بودیم برای خارج از ایران درس بخونید؟ نه من دوست داشتین کشورتون؟ خیلی ایران من هنوزش هم دوست دارم. اگه بخوام برم الان برم ولی بازم دوست داشتین؟ الان خیلی بدتر از اون دوره. چرا نمیرین؟ دوست دارین ارق ملی و نمیدونم شما که میگفت کشورمه کجا برم؟ مال منه؟ ما مال اینجا مال ماست. نه من از این شعارهای چیز نمیتونم زیاد بدم که زیاد چیز باشه. به نظرم خیلی هم خریدار نداره اگر که آدم زیاد هم بخواد چیز بکنه. نه میگین دوست داریم راحتی زبون خود. آخه کدوم ایرانی دیدین که شما بره عاشق ایران نباشه؟ من ندیدم. حتی اونایی که اسرائیل زندگی میکنن دیدم عاشق ایران. من حتی عاشق نیستن میرن تازه میفهمن که عاشقن چون کشورشه دیگه. اصلا میشه این خاطرات و بچگی و کوچه و بازار رو نمیدونم محله و نوایی و عصابی این رو میشه فراموش امکان نداره. این هرگز من حالا نمیدونم شخصیتی هم که هرگز احساس خوشبختی نخواهم کرد در چیز و هیچ وقت هم بنایی بر رفتن نداشتم. خب چرا همیشه که محبت داشتم و من دلیلی نداشتم. اونجا من اساتیدم گفتن بیا شما هیئت علمی بشی یعنی بیا جزو جونیور سرجنای بخش بشو. من نامه نوشتم و درخواست رو رئیس وقت موافقت کرد رفت دانشگاه و یه مراحلی داشت و موافقت کردم. بعد دانشگاه هم از سالهای قبل شروع کرده بود که فکر بکنه که خب بالاخره خیلی شاید رفته بودن از جراحی در تو رشته‌های مختلف بیان بفرستن اینا تربیت بشن مثلا برن کشورهای خارج بورس بهشون بده برن تربیت بشن. من چون دانشگاه بودی مورد توجه استادتون بودیم؟ بله به اصطلاح
هر سه تا استادی که من داشتم با من خیلی محبت داشتن، من خب احترامشون خیلی متوجه استعداد شما بودن که یه استفاده و پشتکاری که دارید. استعداد ولی پشتکارم چون تو بخش خوب بود اونا خیلی محبت داشتن و من مورد توجه قرار میدادن و بس خود اومدن هیچ کدومشون مخالفت نکردن که مثلا من وارد بخش نشم. میدین اسمشون رو که بله، مرحوم آقای دکتر مبرهم بودن که رئیس بخش ما بودن، آقای دکتر محمد عاملی بودن که هنوز الحمدلله در قید حیات هستن، آقای دکتر منوچهر رهبر که ایشون هم هنوز الحمدلله. کی پیشنهاد به شما داد که وارد هیئت علمی بشین؟ رئیس بخشمون آقای مرحوم دکتر مبرهم بودش. دکتر مبرهم رئیس بخش و مدیر گروه جراحی در ما زبان بود. گفت شما اگر میخوای یک درخواستی بنویس بیار اینجا من موافقت میکنم. من درخواست نوشتم، دانشگاه خیلی علاقه به تدریس داشتیم. بعد تدریس چرا؟ دلم نمیخواست تو محیط آموزشی باشم. محیط آموزشی خب یه محیطی که همین به قول شما تدریس، یعنی تدریس این شکلی نیست که ما مخاطبمون دانشجو بشینه ما درس بدیم. در جراحی مثلا فرض کنیم شما به دانشجو میاد دست میشوره با شما میگی اینجا رو اینجوری بدوز اون اینجوری بدوز، بعد دیگه وارد هیئت علمی شد. بعد یک سال من جزء هیئت علمی بودم. دانشگاه گفت خب شما اگه میخواین ما با بورستون موافقت میکنیم برید خودتون پذیرش بگیرید. ما اون پذیرش گرفتن داستان جنگ بود، همه کشورها با ایران بد بودن، ایران هم با همه کشورها بد بود و همه فوش میداد، کسی به ما پذیرش نمیداد. یه بدبختی است. استرالیا نوشتم به نیوز که برم که توی بخشای دیگه خب ما جراحی قلبی جراحی نوین رو ندیده بودم. من جراحی قلب دیده بودم، من جراحی نوین قلب رو ندیده بودم. جراحی نوین قلب یعنی این که ما ببینیم خب اون ولی دنیا چیکار میکنن، چه اون موقع ازدواج کردیم پسر یا دختر؟ دو تا بچه داشتیم. هر دو پسرتون به دنیا اومد. پسر و دختر. بچه‌ها چند سالشون بود دکتر؟ اون موقع خیلی کوچیک بودم. بعد پسرم در موقعی که فارغ التحصیل شدم 5 سالش بود. از دوره فوق تخصص دیگه. بله 5 سالش بودش و دخترم هم که تازه 2 سالش بودش. و خسته می‌شدی؟ فشار کار، زندگی مثلا میشد که ناامید بشین بگیم که ول کن دیگه نخون بسته دیگه تا اینجا خوندی دیگه. اتفاقا چون خیلی مایوس کننده بود دیگه ول می‌کردم. چی بود؟ چه چیزی شما رو میکشون؟ چه هدفی؟ چه انگیزه‌ای؟ هیچ راه پلی نداشتم پشت سرم. خب مثلا نمی‌تونید اینجا مطلب داشته باشین. از نظر مالی که اوکی میتونید باشین مطلب داشته باشین. اگر میشد داره، ولی خب من انقدر به اصطلاح فکر می‌کردم خب جلو برم بهتره. فکر می‌کنم ادامه بدم بهتره. برم ببینم خب اونور چی هستش. خیلی یه سری کنجکاوی داشتم ببینم آقا چیزای جدیدی ببینم. موقع چند سالتون بود؟ من 32 33 خیلی زودم ماشاءالله همه رو انجام دادید. من ماشاءالله میگم خداخواست پشت سر هم چون شده بود دیگه گپی نیفتاد. چی بود دکتر؟ اون عشقتون دیگه عاشق شده بود، یعنی علاقه‌مند شده بود به این کار، کنجکاوی و بعدش هم که احساس نیاز می‌کنی، نیاز علمی بود. بله هم واقعا فکر می‌کردم ما واقعا نه که شعار بگم میگم واقعا مملکت ما خیلی احتیاج داره. یعنی از اون کمبودشو می‌دیدی. فکر می‌کنم خیلی چیزا هست من خودم اصلا هیچ من 3 سال جراحی قلب اینجا خوندم مثلا هیچ یاد نگرفتم. صفر. خیلی چیزای ابتدایی. خیلی نتایج جراحی قلب تو اون موقع تو ایران بد بود. به طور کلی همه جا هم بیمارستان ما هم شهید درجه‌ای خیلی نتیجه بدی داشتیم. مریضامون از دست می‌دادیم. این نیست، این جراحی قلب نیستش. ما باید بریم یاد بگیریم. درسته با گرفتاری از انگلیس من پذیرش کردم. چند تا کشور دارید برای اپلای کردید؟ یه هر چی که دستم میرسید غیر از آمریکا که اصلا نمی‌شد دیگه. خیلی بعید بود ما بتونیم بریم آمریکا، اصلا بعد مسافت نمیدونم اینا. بعد بچه‌ها رو بعد می‌بردیم؟ بله دیگه اول 3 سال 2 سال میرفتن دیگه. بورسا 2 ساله بودش. انگلیس به من پذیرش داد، من رفتم سوئیس 3 ماه اونجا معطل شدم تا اینکه ویزا بگیرم، چون اینجا سفارتخونه‌ها دیگه یه تعدادشون می‌ذارن. خیلی دوران واقعا سخت و دردناکی بود. واقعا جالبه که اصلا دلسرد هم نمی‌شدیم. نه آخه دیگه واقعا میگم مثل چی پلی بود که پشت سرت خراب شده باشه. چاره بعد از اون از کدوم دانشگاه پذیرش گرفت؟ از دانشگاه لندن، بیمارستان گایز. ما باز کارم با بیمارستان ها بود، یعنی من با اساتید مختلف که به نام بودن
نامه‌نگاری می‌کردم. حالا نامه‌نگاری اون موقع ایمیل و اینا نبود که الان بره 2 ساعت بعد جواب داشته باشی. این نامه رو بنویس، برو روبرو دانشگاه تهران تایپ بکن، پست بکن. چطور این تایپ می کامپیوتر تایپ بود، چیزی نبود، دستگاه بود دیگه، اینجوری بود. کامپیوتر هنوز اون موقع اصلا هیچ کجایی نبود، فکس نبود هنوز، فکس نبود که فکس کنیم. بعد می‌نوشتیم تلکس بود، تازه اون موقع نهایتش این بود که تلکس می‌زدن. موضوع کشور چطور بود؟ آره جنگ تموم شد، جنگ بود، مملکت خب خیلی بعضش بد بود. بعد تو بحران اقتصادی و مردم مشکلات مالی زیاد داشتن، پولی نبود اصلا تو مملکت. یه ماشین رنو 20 میلیون تومان بودش. میگم 20 میلیون تومان، 20,000 تومان. 20,000 تومان. 20,000 تومان خیلی پول بود. 20,000 تومان. میرسم که موندم کنم. 20,000 تومان. نه 20 میلیون. خیلی بود 20,000 تومان، خیلی پول بود. خیلی پول بودش. خیلی بود. داشتی ماشین؟ من یه دونه ماشین از خیلی گذشته. نگه پیکان داشتیم. پیکان داشتم. اول که دوچرخه و موتورسیکلت و بعد پیکان پدرم رو میبردم. بعدش یه دونه رنو خریده بودم. یه اون موقع رنو اینجا چیز میشد. همین رنو کوچولو دیگه. بله رنویی که هنوز هستش منطقه اونا خیلی خوب. موقع بهتر از پیکان بود. خیلی خوب. یه دونه داشت. بعد خلاصه نامه رو دادیم اونجا. نامه رو بعد می‌بردیم مینوشتیم، تایپ می‌کردیم، میرفت. حالا منتظر باشید جواب بیاد. میدونی که تا بره مثلا فرض کن 15 روز طول می‌کشید بره، 15 روز طول می‌کشید بیاد. تا اینو می‌بردم. من انقدر انگلیسی بلد نبود. یکی از دوستام انگلیسی نگارشش خیلی خوبه. شما نباید موقع امتحان زبان میدادیم برای دوره تو دکترا؟ چون الان محبت بگیرید. چرا؟ باید داشتید تو دانشگاه، ولی اینکه نگارش رو انگلیسی خودم معرفی کنم ترجیح میدادم. بچه دارم نگران هستیم، میخوان ارزیابیتون کنن. بله باید چیزو باید یه سی وی تهیه میکرد. میرفتم باز دوباره پیش استادم، یعنی پیش دوستم انگلیسیش خیلی خوبه، اون فرانسهش بی‌نظیر بود، انگلیسیش هم دکتر افراد هستن ایران. بله دکتر مسعود افراد. انگلیسیش خیلی قوی بود و یک لغت‌های قلم بسونم می‌دید. ما اینو رو برداشتیم باز دوباره رفتیم یه دوستی داشتیم جلوی که چیز پیدا کردم دانشگاه تهران، گفتم قربونت امروز بزن واسه من بیا مثلا اسب بگیرم. همینجوری دائم تو راه بودیم می‌رفتیم جلوی دانشگاه تهران می‌گرفتیم می‌اومدیم پست می‌کردیم و خلاصه یه استادی از انگلیس به ما چیزا منتج سفارتخانه نبود. حالا سفارت سوئیس هم گرفتن ویزاش داستانی بود. من خوشبختانه دایی خانمم اونجا جراح. یعنی شما یه ویزای سوئیس گرفتید در سوئیس باز بود دیگه ایران. نه سوئیس چون همیشه بود ولی نمیداد. همون روزی که من رفتم. این اولین سفر شما بود به خارج از ایران؟ نه رفته بودم سفر مکه رفته بودم ولی سفر اینجوری نرفته بودم. خونواده و حال نایده بودیم چیزی استرس نگرانی چی میخواد بشه بعد مسئله مالی پول دانشگاه اینجا چه بورسی میدادن؟ فقط برای تحصیل و زندگی دیگه دانشجویی میدادن یا بورس خوبی دادن ایران بهش؟ نه خیلی بورسش فوق‌العاده پول کمی 400 پوند برای یه خانواده میدادن. چند 4 نفر برای زن و بچه و 2 تا زن و 2 تا بچه و 400 پوند برای یک ماه؟ برای یه ماه که اصلا زیر اجاره خونه بود. یعنی اجاره خونه من نمیشه خلاصه دوران سختی بود و بلا تکلیفی بود. منم هیچ نمیخواستم برگردم چون می‌خواستم برگردم چون خبری نیست باز اون داستان از دیگه گفتم باید بمونم اونجا ویزامو بگیرم 3 ماه طول کشید. بچه‌ها که پیشتون نبودن؟ چرا؟ با بچه‌ها 3 ماه فکر نمی‌کردم که 3 ماه گفتم خب امروز میرم یه هفته بعد میگیرم بعد چند میرم اونجا دیگه. البته منظور دایی خانمتون بود. دایی خانمم یه به اصطلاح آپارتمان اضافی داشت خدا واقعا سلامتش بده. این محبت کرد در اختیار ما گوش بده. من چیکار کردم؟ زبون دکتر حاجی اونجا ایشون جراح قلب بودن. ایشون جراح عمومی بود. اونجا اصلا از دانشجویی شاگرد ممتاز بود از ایران اون زمانایی که کسایی که فرانکوفون بودن و فرانسه بلد بودن و به اصطلاح میتونستن بورس کشور فرانسه زبان برن رفته بوده. بعد خودش از اصلا دانشجویی مثلا همینجوری یک کتاب معنی نوشته بدون معلم و اینا اینقدر تمرین میکنه و میره اونجا میره توی چیزا توی خارجی هم خیلی نمیگرفتن اصلا برای تیپ
توی سوئیس و به خصوص لوزان دانشگاه طبش فوق‌العاده قوی خدمت عجیبی داره. کسایی که تو اروپا هستن میشناسن. اونجا طبیب خیلی مشهور بوده، جراح خیلی مشهور و خیلی معروفه. ایشون خیلی محبت کرد دوست ما. بالاخره اونجا تیکر کرد و ما ویزا رو گرفتیم و دیگه درست اول ژانویه بود. تقریبا این فصل تو زمستون سوئیس بودیم، اونجا برفتم انگلیس و دیگه اونجا دیگه سترلان شد. اونجا من خب مشکلات خیلی زیادی داشتم. اونه بگیرین و دانشگاه براتون سخت نبود؟ زبان مشکل زبان نشید؟ چرا زبانی که ما خونده بودیم برای چیز با اینکه مکالمه بکنیم و توی بوک‌های کتاب‌های خونده بودیم مثلا فایده نداشتیم، درد هیچی نمی‌خورد. خب چی شد که تا آپدیت اونجا پشیمون نشدیم باشم برگردم یا بازم؟ نه باز چه برگشتن خانمتون همراهتون میکرد؟ همراه خوب بود؟ آره بنده خدا اونم که خب زبانی به اون شکل بلد نبود با 2 تا بچه‌هاتون مدرسه‌ای که نبودن؟ نه هنوز تازه ولی کوچیک بودن و بعد اونجا بردیمشون البته مدرسه گذاشتیم مدرسه بیشتر از اون چون برای هر لولی مثل همینجا داشت. بعد هزینه میدادیم؟ نه چیز خوشبختانه انگلیس سیستم سوشیال و ویلفر و چیزای سوشیال واقعا خیلی تا چارل بنفیت هم میدادن برای بچه‌ها یه پولی هم بهمون میدادن که زندگی خوب دادن که مثلا چیزای اولیه‌شون مثل خرید شیر مثلا مجانی بود برای بچه‌ها نمیدونم میوردن مجانی دم خونه میذاشتن اینا یه چیزی پرستار اکتتون نه پرستار نداشت خانمم چون کار نمی‌کرد خودش پرستاری بچه‌ها رو می‌کرد ولی خب از نظر مالی خب مشکل داشت. بقول سر دوران زبانش کار کرده زبان دیگه یعنی هم درس خودت رو می‌خونی هم زبان کورس گرفتی چیز داشتم یه مقداری خونده بودم اینجا که می‌خواستم مدل زبان اونجا دیگه با زبان ما ولی می‌فهمیدم فهمم و درکم خیلی خوب بود هیچ مشکلی از درک و اوردرایی که بهم میدادن نداشتم نمیتونستم باشون کامیونیکیت بکنم خوب و این احساس می‌کردین که جدا شدید غربت و تنهایی خیلی اذیت می‌کرد نمیتونستم مثلا جوابشون بدم یا مثلا منو دست مینداختن یا اذیت میکردن نمیتونستم به اصطلاح دلی خالی کنم زبان خیلی مهمه که آدم بتونه جوابشون بده مثلا بشونش رو سر جاشون نمیدونستم ولی خب یواش یواش دیگه یاد گرفته بودم من اون موقع احتیاج نداشتم که اولش به اصطلاح چون هنوز تو سیستمش رو وارد نشده بودم لازم نداشتم باهاشون صحبت بکنم اونا به من چون حرف میزدن من اجرا میکردم من باید توی جراحی‌ها وای می‌زدم کمک می‌کردم یاد می‌گرفتم خب اونا که دیگه پولی که پرداخت میشه شما دانشجو هیچ دانشگاه اونجا هیچ به شما پرداخت من دانشجو به چیزی اونجا نمیدادم یعنی هزینه دانشگاه رو میدادین چیز افتخاری بودیم دانشگاه هزینه نداشت استاد شخصا من قبول کرده بود اونجا به عنوان کمک جراحی خب چون استاد جراحی بود استاد بود آقای خیلی اسمشون پروفسور دوران ایشون چون استاد من بودش اونجا منو اسپانسر چیز کرده بود نامه نوشته بود که آقا ایشون زبانش خوبه میتونه چیز بکنه دانشگاهش رو میشناسم این چیزشه اجازه کار من باید میخواستم بگیم مثل یه پزشکی میاد اینجا به مریض دست میزنه باید اجازه از نظام پزشکی اینجا داشته باشه این اجازه رو بهتون داده بود اونا اجازه کتبی بهم داده بودن که شما فقط بر اساس سی‌ویتون این کارو آره بر اساس سی‌وی و نامه‌ای که استادمون داده بود منم رفتم اونجا و دیگه میرفتم صبح توی مثل اتاق عمل از صبح اول وقت اتاق عمل بودم تا غروب که تمام میشد بعد خب دیدم یه روزا حالا شما اولین دفعه که از بیمارستان ایران رفتیم بیمارستان کشور دیگه تفاوت‌ها رو می‌دیدیم کمبودهای ما رو حس می‌کنم اونجا بیمارستان‌های دولتیشون این همون بیمارستان امام خمینی ما هیچ فرقی نمی‌کرد منتها نظمشون بیشتر بود ولی امکانات نگهداری از مریضشون خیلی امکان و خب جراحی هم یه جراحی دیگه بود واقعا مثلا دکترا متخصص خوبی بودن دکتراش خوب بودن اینا خب سالها بود که این کارو کردن و یک فیلدایی رو که ما اصلا مثلا مثل گفتی که من اینجا تو جراحی 3 سال خوندم زیاد اونجا یه تغییر کرد اینجا ما فقط مریضای دریچه‌ای عمل می‌کردیم اونجا اون مرکزی که من بودم خیلی بیماری‌های مادرزادیش قوی بود و همین رشته‌ای که من اصلا ندیده بودم کرونری بایپاس همین بیماری که الان ما شایع‌ترین عملیه که می‌کنیم اونجا خیلی زیاد انجام می‌شد بنابراین
این به ایدئال بود برای من از صبح تا شب همین رو اکسپریانس میکردم، تجربه داشتیم با جراح مختلف. بعد علاقتون بیشتر کرد؟ بله خیلی خوب. بعد دیگه رو روال افتادم. اونا دیدن خب من هم یه مقدار تجربه دارم، کار کردم، چیز کردم، من وارد سیستمشون شدم. یه 2 سال اول من خیلی بسیار خیلی بهتر شدم. حتی میخواستم برم یه مرکز دیگه، به شدت استادم برخورد، یعنی خیلی جدی همین استاده که تو انگلیس داشتی؟ من اجازه نمیدم بخاطر اینجا یاد گرفتی؟ یاد گرفتیم ما احتیاج داریم به تو، نمیذارم بری. یعنی نه چرا واسه مرکز دیگه بریم بهتر بود اونجا یه جای خیلی آکادمیک بود، خیلی آکادمیک بود. اونجا توی اسکاتلند بودش. من باید میرفتم از لندن باید میرفتم شهر دیگه. برام خودم خیلی ترومای خیلی شدیدی بود که زن و بچه و با این مشکلاتی که اینجا ستلدان شده بودن دوره از اول باز از اول اعصاب کشی کن، برو یک بخشی که نمیدونی. خلاص گفتم باشه میمونم. به اصطلاح موندم و بعد 2 سال که تموم شد، من دوره چیزم 2 سال بودش. بودی 3 سال لندن؟ 2 سال بودم، ولی 2 سال که تموم شد باید برمیگشتم. نامه‌نگاری کردم که من 1 سال دیگه میخوام به اصطلاح بمونم. اونا هی نامه میدادن که به اصطلاح جواب نامه میگفتن شما باید برگردید اینجا، الان احتیاجی میخوام یه بخش جدید رو بندازیم، برگردید. خلاصه من شروع کردم با نامه‌نگاری با آمریکا. چرا مثلا 1 سال بیشتر رو که تجربه بیشتر؟ هنوز خیلی چیزای بخشایی باید ببینم، عملایی رو ندیدم باید ببینم. گفتم که برم من به اصطلاح آمریکا. گفتم خب نامه‌نگاری کردم و ویزای آمریکا خیلی طول می‌کشید. چند ماه جلوتر نامه‌نگاری کردم، بهم پذیرش دادن. بهترین بخشی که اون موقع دانشگاه تگزاس به اصطلاح این بخشی که بزرگترین جراح قلب آمریکا و مشهورترین جراحش بودن، یعنی دکتر به اصطلاح کولی که دیگه اوج جراحی بود اونجا، در روز 30 تا عمل جراحی قلب می‌کرد. دیگه این چیز من بود، یعنی یه چیز آنبلیویبل برای من بودش که می‌خواستم برم اونجا رو ببینم. اونا برام پذیرش دادن، گفتن تو میتونی بیا اینجا فلو بشی. من برای 3 ماه پذیرش گرفتم. رفتم اونجا نامه دادن که تو ایران با تو مخالفت نمی‌کنه؟ نه، من دیگه ایران هم زیاد خودشون هم دنبال چیزی بودن، زیاد مخالفت نداشتن، پیگیری نکردن. ولی آره من چون که مثلا این بورس میدن شما مجبور به برگشت بودی؟ نه کسی مثلا برنگردی. من دیگه در 2 سال که گذشت چون بورس تموم شده بود، زن بچه‌ها فرستادم قطر ایران. دیگه فرستادم ایران. دیگه تنها یه مقدار موبیلیتی بیشتر شد دیگه، احتیاج نداشتم. یه مقدار گرفته بودم که تو بیمارستان دیگه، موقعی بودم تو بیمارستان برام چند تا حوض داشتم دیگه، هزینه رفت آمد نداشت، وقتم خیلی زیاد بود، همش تو بیمارستان بودم. خیلی دیگه فهمیدم توی وارد سیستم شده بودم دیگه، 24 ساعت اونجا بودم با پرستار و نمیدونم بخش و مریض و اینا کامیونیکیت میکردم. منم کشیک بهم میدادن دیگه، تا اون وقت بهم کشیک نمیدادن. کشیک بهم میدادن، گفتن این روزای ویکند رو وایسا پول در می‌آوردم. خیلی بعدم بهتر شده بود، یعنی از نظر مالی هم فشار نداشتم دیگه. یواش یواش خودم احساس می‌کردم که زندگیمون یه جور دیگه شده، بهتر. حالا لندن دوست داشتین بتون؟ نه، من هیچ وقت لندن دوست نداشتم. خاطر آب و هواش، خیلی چون زمانی که رفتم بدترین ترومای زندگیم بودش اونجا، یک غربت و یک دردی. بعد از این بازم نظر رفتیم؟ خیلی رفتم، همیشه میرفتم باز برای همین که ببینم چه خبر هست. و اینکه بازم میرفتیم اون خاطرات دوباره زنده میشه؟ نه، ولی چون دیگه کشور مورد علاقتون شهر نبودش، هیچ وقت نبودش. بعد این آمریکا جواب داد و منم از اونجایی که خانواده‌ام نبود و رفتم آمریکا. برای 3 ماه رفتم تو اتاق عمل رو دیدم. خب این واقعا از صبح تا شب که وایسادم 8 تا عمل من میتونستم دست بشورم. البته من گفتم تو 2 سال میتونی اینجا بمونی. خب چرا قبول نکردی بچه‌ها؟ من نه اصلا قصدی نداشتم که بمونم دیگه. میخواستم ببینم اونا چی کار میکنن، نمیخواستم بمونم. نمیخواستم برم آمریکا زندگی کنم. اما 3 ماه براتون کفایت کرد؟ من برای 3 ماه برام کفایت میکردش. آره من اونجا همه چیز من دیگه دیدم، دیگه چیزی نبود که تو جعبه قلب من اونجا نبود. اون دیگه تشنگیتون دیگه برطرف شد. دیگه واقعا چیز شد.
از اونجا گفتم خب حالا من یه چند ماه دیگه هم برمیگردم انگلیس دیگه وقتی اومدم انگلیس دیگه اون آدم سابق نبودم دیگه از یه موضوع دیگه و دیگه باز دوباره برگشتم پیش همون روزگار. امریکا بود، یعنی بیمارستان دانشگاهی که تو امریکا بود خیلی رتبهش بالاتر از اینجایی بود تو انگلیس بود. اونجا تا یه لول دیگه داشت. اینجا یعنی چی میگی نگاهتون عوض شد؟ یعنی مثلا یه آدم دیگه بودیم، قدرت بیشتر علمی داشتیم. تجربه پیدا کردم. آخه شما آمریکا رفتی دیگه. من کانادا بودم، نه امریکا نبودم. آمریکا خب مثلا من 2 سال تمام توی قلب اروپا لندن بودم. فکر می‌کردم که آمریکا مثل همون جاست. در ابعاد آمریکا اصلا خودت کشور دارین شما میگی. من فکر در مورد همه چیزش مگاست. همبرگرش مگاست، نوشابهش لارج، ساختموناش عظیم، خیابوناش وسیعه. من لندن اروپا خیلی بودم ولی خب اون وقت دیستنسی چی وجود نداره. در اروپا در آمریکا همه چیز باید با ماشین بری بیاری و کارم اونجا اینجوریه. این که ما تو تصوراتون فکر می‌کنم آمریکایی پاشون حواس تو دراز و خوابیدن و تنبلن و فقط هم پول در میان خرج میکنن. این چیزی که ما دیده بودیم یا تبلیغ شده بود نبود. ساعت 6 صبح شروع میکردن، ما در که در وسط 8 شروع دادیم میکردیم تو انگلیس. اونجا 6 صبح شروع میکردن، 7 نیم اولین عمل تموم شده بود، عمل دوم شروع میکردن تا عصر. ما توی یه دونه ستینگ یه سرویس 8 عمل میکردیم، در مجموع 30 عمل میشد. اصلا همچین مثلا ما تو لندن اگر یه روز عمل میکردیم تو غروب 3 عمل میکردیم، اونجا 30 عمل میشد. پس متوجه میشین که چه بودی بودش، چه اکسپریانسی. برای من کافی بود. من برگشتم لندن و وارد هم به استاد قبلیم دیگه این دفعه دیگه به صورت پرایوت کمک کردم. دیگه هم کارم خوب شده بود، هم دیگه ضرورتی نداشت. با جراحای دیگه هم منو میشناختن دیگه، یواش یواش یه مقدار هم کار میکردم، هم با جراحای تمام مراکزی که توی لندن بود من دیگه رفتم. تمام بخشای جراحیش دیدم. اینجا چند سالتون شده 36 سالتون؟ نه 36 سال سوم بودی. بعد دلتنگ خانواده اینا بودی یا نه دیگه انقدر درگیر بودی اصلا فرصت بودم ولی خیلی شدید نه. چرا؟ بالاخره بچه ها کوچیک بودن ولی خب بالاخره گفتم یه سال هم دیگه می‌سره دیگه. بعد نگران خانواده بودیم کسی بود مراقبشون باشه تو ایران؟ اینجا که پدر مادرش بودنش نه پدر مادر من مسئله مالیشون تامین بود؟ نه اونجا میتونستم کمک بکنم دیگه. این دفعه چون پول یکمی برمی آوردن خیلی دیگه به اصطلاح بعضا نسبت به اون سال قبل خیلی بهتر شد. این یه سالم گذشت دیگه بازم میخواستم بمونم ولی دیگه دانشگاه دیگه گفت نمیشه به هیچ وجه و اتفاقا میگم خواست خدا بود. من خیلی خوب موقعی برگشتم. این واقعا دیگه همه چی رو دیده بودم، همه جوانبم رفته بودم یاد گرفته بودم. مثلا فقط جراحیش نبود، باید تمام تیم رو تربیت میکردم. اینقدر دیگه جزوه بروشور چیزای آموزشی تهیه کردم و وقتی بیام یه ستاپ کامل کلی بتونم اینجا بنا بذارم. یعنی نه اینکه ادامه روی اون چیزی که یه چیز از اساسی و اون چیز را می‌ذارم. پیوند قلبم رفته بودم دیده بودم دورش رو، یعنی حضور پیدا کرده بودم. این بود که دیگه همه چیزی که فکر میکردم و آرزوم بود و تا اون موقع چیزی هم حالا باید اینا رو میدم پیاده میکردم. آیا تو فیلم خوششانس بودی؟ تو احساس آدم خوششانس بودی؟ به خدا اعتقاد داریم که مثلا خدا یعنی اگه نباشه، اگه توجه نکنه نمیشه. واقعا بود تو زندگی حس میکردیم؟ 100% بالاخره من فکر نه منظورم که بیشتر تلاش خودتون بود، انتخابایی که درست انتخاب کنید الان برم اینجا یا میگین شانس آوردم فلان استاد منو پذیرفت. نه خدا رو قبول دارم، خدا رو میگم کمک کرد. بعد بخت اقبال چی؟ بله میگم شانس خیلی شانس آوردم. مثلا فکر چرا مثلا شما شانس آوردین و یکی دیگه نیاورد از همکلاسی ایران؟ میشه خدا نخواسته نمیدونم. اگه بخوایم خیلی از این جنبه میتونیم شانس، تقدیر، سرنوشت، علاقه بیش از اندازه شما یا اینکه بیشتر فقط الان این چیزی که گفتین انگار خیلی فوکوس رو کارتون با چیز حاشیه کار نداشتین. آدم حاشیه نبودین. یه هدف داشتین و روش. آره این من فکر کنم اگه حاشیه آدم نره بهتر. خیلی موفق نمیشه. من هیچ
هابی نداشتم، هیچ چیزی. همه می‌پرسیدن خب مثلا ویکند کجا بودی؟ گفتم من ویکندام کار می‌کردم، ویکندام می‌رفتم دوست جلسه. داشتی یا مثلا اصلا نیاز بود یا اینکه اصلا انقدر علاقه داشتی احساس نیازی به اون تفریح نداشتی؟ نه من اصلا فکر می‌کردم اگر که ببینم چیز جراحی رو بهترین تفریح همین باشه. من تمام ویکندام کار می‌کردم، به خصوص تو اون سالهای آخر همه ویکندها رو نان استاپ کار می‌کردم. اصلا اینو ترجمه کردم، گفتم مگه میشه مثلا ویکند نرفتی؟ خسته نمی‌شی؟ بعد آشپزخونه خودتون می‌کردی؟ نه اونجا دیگه کانتین داشت، به اصطلاح رستوران. نه وقتی خانمتون نبودش یک سال دیگه من بود و هم دانشگاه هم چیزی علاقه داری به آشپزی؟ یه چیزایی یاد گرفتم، فرمولاشو نوشته بودم. خیلی فرمول نوشته بودم مثلا مرغ رو چجوری بپزیم، رفتم مرغ می‌کردم می‌گفتم. علاقه خیلی نداشتین که بخوای وقت صرف کنید. نه الان تا هابی دارید الان چطور؟ چیز دارید؟ چرا یک کمی داره بیشتر از اون موقع الان بخوایم به جز عمل یه کار دیگه کنیم چیکار می‌کنید دکتر؟ در بختی ماها خودم بگم، حالا به همکاران نمیخوام بگم پزشکای ما اینقدر فوکوس میشن که زندگیشون یه بعدی میشه. علم انقدر مسیر نمیشه قطع میشه نمیتونم بگیم بدبختی خیلی. چرا این یه بدبختیه، به خاطر که وقتی اونو میگیرن دیگه هیچی نمیمونه. علتی که خیلی از استادای من وقتی بازنشسته شدن همشون اعمای کردن مردن، سکته کردن مردن. علتش اینه که هیچ وقت ماها جایگزین دیگه نذاشتیم. این بده، من نمیگم که شما چی این تجربه اونا براتون درس بود که دیگه نکنید. نه منم هنوز نکردم ولی باید از الان تمرین کنم. الان من 6 ماه دیگه 60 سالم میشه. واقعا اصلا بهتون نمیاد فرض موامونه نه اصلا ماشاءالله تو سلام ورزش میکنی؟ این کمی بعضی وقتا جمعه میرم. حتی هابی خاص مثلا تفریح خاص چیزی که دوست داشتی ورزش خاصی یه کار خاصی تفریح خاصی ولی خب به طبیعت خیلی علاقه دارم، طبیعت خیلی دوست دارم. اگه جمعه ها بشه میرم کو فیلم ببینی نه هست نه اونجوری که مثلا خیلی فنش باشم حتما باید شبیه فیلم ببینم. ما نه اونشون. خب برگردیم اینجا گفتین که بس بخت والم بود زحمت خودتون بود لطف خدا بود دعای پدر مادر. بله مثلا خوب بودین شما؟ اذیتشون نکردی مثلا کمکشون پدر مادرم هیچ وقت از من هیچی نخواستن که من میکنم، خدا هیچ وقت هیچی نخواستن که من مثلا دریغ بکنم، مثلا نخواستم هیچ وقت. با کسی که صحبت میکردم بخشون نشون دعای مادرم بود، اگه مادرم نبود نمیشد، اگه پدرم نه اونا دعا میکردن ولی من زیاد نمیگم که حتما دعا نفرینم نکردم. نفرینم نکردم. خب حالا برگشتید ایران. آره دیگه اومدم ایران و با استاد الان همچنان در ارتباط هست؟ بله اتفاقا هم چت میشه. استاد خارجی ارتباط هم هست. چه برگشت چون اونا دیگه همه بازنشست شدن. آره 3-4 سال پیش اومد اینجا. آخرین دفعه که استاد اومد هم استاد راهنمای اولیه که تو انگلیس بود. خیلی تحویلش گرفتیم. نه چندین دفعه اومده بود دیگه، این دفعه آخریه که اومد ایران دیگه. ما خیلی اولین باری که وارد ایران شد با خاطر شما اومد؟ بله ما دعوتش کردیم. خب قبلا هم اومده بود البته متفاوت بود قبلا اومده بود ولی این ما خیلی چون بعد از منم تعداد زیادی از جراحان و کاردیولوژیست‌ها از طریق همین پروفسور دیورال رفتن تو همون دانشگاه. یعنی شما آشناشون کردید؟ بله یعنی این یه مقدمه‌ای شد برای اینکه شاید نزدیک 15-20 نفر دیگه از دکترای ایرانی. چطور مثلا خودت خب من اونجا شده بودم یه دونه به اصطلاح پایگاه با من آره نه الگو نه پایگاه، یعنی با من تماس گرفتن حسین ما میخوام بیام میتونید یه پذیرش واسه ما بگیرید، چون پذیرش گرفتن مشکل بود دیگه. شما روشن رفته بودید؟ من دیگه میدونستم مثلا میدونستم چجوری واسهشون باید خوابگاه بگیرم. دل خوبی هم دارید آقای دکتر، دل خوبی هم داشتین. چرا خودم مسئول خوابگاه میشناختم خانم یانک، میرفتم خانم یانک یه قصه واسش میگفتم. الان یکی از دوستای من یه جایی نشستم واسش دردل بود، جا نداره پول نداره، یه اتاق بهش خواهش میکنم میگفت باشه یه دونه اتاق واسش میذاره چند میذاره. بعد بچه‌ها میمدن خوب بود تنهایی در میومدی یا نه فقط هر کی تو کار خودش بود؟ چرا میومدن مثلا چیز میشه ولی خب میگم اون یه پل ارتباطی بودم که اینا بتونن بیان من وصلشون کنم به سیستم. خب بعد اساسا استاد دنیا رفته استاد امریکایی. نه
آقا دیگه نیومد. من فکر کنم دیگه 4 سال پیش آخرین دفعه که اومدم من خبر دارم که سالم ولی باش ارتباط ندارم. ولی اگر که وقتی چه خیلی اتفاق دوست داره خیلی اینقدر که ما اون تحویل گرفتیم قدردانی کردیم هیچ دانشجوی ایرانی هیچ به اصطلاح دستیار یا چیزی هیچ کسی از استادای ایرانی قدر نمیکنه. این واقعا ما سنگ تموم واسش گذاشتیم. واقعا چند دفعه اومد اینجا همیشه جشن گرفتیم. همه فارغ التحصیلایی که با اون آموزش دیده بودیم رفتیم مثلا فرودگاه ساعت 3 از شب بردیمش تا هتل بردیم. چندین دفعه به مناسبت اومدنش مهمونی گرفتیم. خیلی کادو گرفتیم. فرش خیلی تحویلش گرفتیم. نه واقعا قدردانی کردیم ازش. چون اگه نمی‌کردیم این به اصطلاح جهشی که توی قسمت کاردیاک سرجری ما بود نمیشه. ولی بعدش هم کمکتون کرد یعنی همچنان خب بچه‌های دیگه رو پشت سر دیگه آموزش در واقع شما باعث یه ارتباط شدین از دانشگاه ایران و اونجا. این صورت نه که آفیشیال باشه. بله دوستانه بوده و این مثلا من رفتم پیشش میگفتم من امروز میخوام یه پرفیوژنیست یا یه پمپیستم بیاد اینجا آموزش ببینه. باشه حسین برو بالا پیش منشین اسمشون رو بده. با این دیگه نهایتی که به من اعتماد داشت این کار میشد انجام داد. ایران آقا دکتر توی مسئله تا به ایران نرسیم اولین نفری شما باورتون کرد که مثلا شما میتونید این کار کنید کس خاصی بود یا نه فقط همین باور قلبی خودتون بود با علاقه‌ای که به علم داشتید؟ مثلا استادتون چون که میگید تو خانواده‌تون پزشکی کسی نبوده مثلا استاد دانشگاه‌هایی که تو ایران بودین همکارتون یه قوت قلبی به شما میده که من دوست دارم مثلا تو حرفاتون گفتین مثلا تعجب میکردم من این عملا رو انجام میدادم. نه اتفاقا خیلی مثلا کی بود که باورتون کرد که مثلا بگه چون من تو معلم از اول دبستانم باورم کرد کسی که به من یه مقدار به اصطلاح یک کمی قوت چیز داد یه آقای دکتری بودش تو جبهه ما یه مجروح جنگی داشتیم من یه عمل روای گردن کردم آقای دکتر دولت داد این آمریکا تحصیل کرده بود این خیلی منو تشویق کرد و گفت باریکلا تو چه کار قشنگی کردی اینا. وقتی اومدم تهران من اصلا خیلی به اصطلاح جراح جونیور بودم. یه روز زنگ زد تلفنم داد شما تو جبهه هم سرپایی عمل می‌کردید؟ نه توی اتاق عمل داشتیم اتاق عمل صحرایی توی خط مقدم جبهه بودم. خیلی من تشویق کرد. آبادان بودیم ما قبل از آزادسازی خرمشهر این زندگی پر فراز و نشیبی داشتیم. بالاخره همه دارن اون خیلی مثلا این ایمپرشنی به من داد. خیلی اولین کسی بود شاید اینجوری منو باری کرد تو کار خوبه آفرین یه وقتی اومدی تهران به من زنگ بزن با هم ببینیم. مثلا باور نمی‌کردم اون یه کسی تو آمریکا تحصیل کرده بشه اینجوری اپریشییت بکنه. اومدم گفت بیا بریم یه روز نهار با هم بیرون بعد همینجا با اون دو سه نفر دوستای دیگه گفت این مثلا حسین ماندگاره این تو جبهه این کارو کرد اینجوری از تعجب کردم. یه کسی الان داره تعریف میکنه نه تعریف گرفت من اینی که میگه آیا کسی چیزی فکر کنید که اون باورتون که دست فهمید من بس یه استعداد خاصی دارم نه استعداد یه کاری انجام شده بود. بعد خب استادای خودم که مستقیم خودم هم که گفته بودم که تو بخش کار بکن. بعد خلاصه میگی نه به اصطلاح خب محبت خیلی کردم به من محبت کردم و یه نبود و ساپورت نمی‌کردن که من نمیشد که برم. همین که اووردن من تو بخش دانشگاهی هیئت علمی شدم. بعد بالاخره بورس من خواستم بدن موافقت کردن من رفتم. خب دیگه برای بعدش دیگه سنگ اندازی ها شروع شد. حسادت ها داشتن خدای نکرده استادا نه از طرف استادا هیچ وقت نبود. ولی خب وقتی که دیگه برگشتم خیلی دیگه ولکام نبودم یعنی خیلی نبود. ولی خب از طرف دانشگاه چرا؟ ولی خب یه مقاومت‌های همیشه در همه جا هست. شما اگه به عنوان یه فرض کنید رای ترور نمیدونم بیایید نمیدونم هر چیزی مقاومت هست. من اونجا که تموم شد دیگه همه چیز دیده بودم همه چیز رو اکسپریانس کرده بودم یه مقدار کار کرده بودم یه ذره اندوخته کمی داشتم که خیلی خوشحال بودم. یه جلوم خیلی آینده رو خیلی خوب می‌دیدم چون قرار بود بیام اینجا یه بخش جدید میدونستم که خب منتظرم هستن میخوام همه چیز رو تربیت کنم همه چیز رو اون چیزایی که
یاد گرفتن پیاده بیان اصولی هم مثل آمریکا هم مثل انگلیس مثلا فرض کن بیان چیز کنم خیلی ویلکام بودش. اومده بود به عرض بروزم تو 2 تا بخش دانشگاهی هم بیمارستان امام خمینی هم تو بیمارستان شریعتی مشغول شدن. بیمارستان شریعتی که هیچ نبود، یه دونه اتاق دراز گفتن این بخش جراحی قلبه، همه چیز رو هم تنبار شده بود، خاک و خل و این چیزا. اینا رو بالاخره رفتیم اومدیم با پرستارایی که در اختیارم گذاشته بودن آوردیم پایین رو چیندیم، تختا رو چیندیم، مانیتورها رو بس کردیم. این تو ذوقتون نخورد؟ نه چون من همون موقع به شدت مشغول بودم، یعنی همون بیمارستان امام میرفتم، هر روز میرفتم بیمارستان امام، پس برای اصلا وقت خواهدش از ظهر اونجا که تموم شد میمدم بیمارستان شریعتی رو تمام وسایل جراحی رو خودم با پرستارا تو ست گذاشتم، یعنی خودم گفتم این مسافه هست باید تو این ست همه ستینگ و همه اینا شد. من الگوش از اونجا برداشته بودم، همه چیزا رو هم چون آمریکا دیده بودم، همه رو عکس برداشته بودم، همه رو یادداشت داشتم که چه جور ما اینا رو باید چی، حتی اندازه شانا چقدر باشه، همه چیز، یعنی پارچه‌هایی که رو من همه چیز رو دیتیلش رو در آورده بودم که ما باید اصلا از ابتدا بیسیم کار چیکار بکنیم. بیاریم تجربه اینجا مختصر داشتیم، مجموعه اینا رو چیز کردم و آوردیم از استپ اول شریعتی که بیمارستان شریعتی این بخش کاملا بود. اونجا بخشای ستاپ کردیم، آدم ها همکارا و دوستا یارگیری کردیم، شروع کردیم مریض خوابوندن و عمل کردن. داستان ها و داستان های زیادی که حالا اونجا اتفاقی میفتاد بیان یه حرفایی بزنن، دلتون رو بشکنن، دل سرتون بکنن، این اتفاقا میافتاد؟ آره خب خیلی شایعات میکردن که آقا اینا مریض اول همه بخشا خیلی مهمه دیگه، مثلا موشک الان چین فرستاده اگه مثلا منفجر میشد تو هوا میگفتن آقا این نشست، هنوز باور نکردن کش نشست. شاید اولین نفر اگه اولین کیس آدم اگه فیل بکنه دیگه زمین خورده داره. اینا شایعه کرده بودن که آقا این مریض اولشون مرد تو اتاق اول و مثلا که اتفاق نیفتاده بود. نه بابا حالا چه بدبختی کشیم سر مریض اول چون همه چیز جدید بود، ستاپ جدید بود، برکشی ها چه شده بود، ولی نه اینکه این همه بار بیاد روش، اصلا پمپ دستگاهی که مریض باید روش قرار میگرفت و چیزی میشد از کاش برقا رفت و مجبور شدن در تمام مدت عمل اینو با دست مریض رو بچرخونن و چطور در ولی بخیر گذاشت خدا ما که بخیر گذاشت بله، ولی باز براتون شایعه درست کرده بودن. آره مریض مرد و حالا اون مریض اول میدونست که اولین کار اینجاست که وارد میشه جز نفر اوله. مریض رو اون موقع خیلی توجه نمی‌کرد، چرا نمیدونستن اینجا چی نیست می اومدن. بعد دلخوره داشتیم دست به اول؟ نه من خیلی کانفیدنس داشتم، از الان اعتماد به نفسم بیشتر، خیلی محکم بودم و خیلی عمل اصلا هیچ عملی رفیوز نمی‌کردم، هر کی با هر چقدر عمل سختی بود عمل می‌کردم. این که بود خیلی به اصطلاح بخش ما رپیوتیشن خوبی پیدا کرد، خیلی به اصطلاح شهرت. حالا شایعه رو گفتین چیکار می‌کنین؟ جواب میدادین؟ ناراحتتون می‌کرد؟ یا ایگنور می‌کردین؟ بیشتر سعی می‌کردم ایگنور بکنم. بعد میگین که خیلی اعتماد به نفس داشتین، محکم که بیان این کارو کنید. این باورتون به خاطر چی بود؟ پشتوانه علمیتون بود یا اینکه آرزویی بود که می‌خواستین یه کاری تو این بخش راه بندازین؟ خیلی جراحا رو دیده بودم اونجا، دستای خیلی زیادی دیده بودم، دیگه بالاترین تجربه ها رو رفته بودم اونجا دیده بودم. یعنی دیده بودم اونا در موقع مثلا مشکلات دشواری چطوری برخورد میکنن، اینا همش شده بود یه بک‌گراند فکری واسه من که درونی شده بود دیگه. آره خب اینقدر من بخشا رو دیده بودم، همه چیز کرده بودم. تیمتون خوب بود؟ تیمی که شروع کردین اینجا یا نه اونا رو بعد آموزش می‌دادن؟ من آموزش دادم خودم، حتی خیلی چند نفرم فرستادن رفتن انگلیس. اون موقع وضعیت ارزی بهتر بودش، بعدم یه مقدار اعتماد داشتم. مثلا من خیلی ساده میرفتم ارز میگرفتم، پول به من میدادن، میگفتن خب من میگفتم من 3 نفر میخوام بفرستن انگلیس، میگفتن چقدر خرج می‌کنم، میگفتم اینا 3 ماه باید بمونن، هر
خوشحال اونایی که شما معرفش بودید. نه خب بالاخره همون کسی خاصی نبودش، مثلا رفیق شخصی من نبودش، بچه‌هایی بودن که باید آموزش میدیدن. باید آموزش میدن. مثلا گفتم $2000 هر 3 ماه اینا خرجشون میگفتن خب یه $6000 رو برات بانک بگیر ببر بهشون بده. یعنی خیلی 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 قبول داشتن. اون موقع خب هم من شریعتی بودم هم بیمارستان امام بودم. صبح میرفتم بیمارستان امام عمل میکردم چون هیئت علمی بیمارستان امام بودم در اون موقع، و ظهر میادم بیمارستان شریعتی با به اصطلاح گرفتاری، و بعد از ظهر به بیمارستان‌های دیگه میرفتم و هم کلینیک داشتم و هم به ورزشتون برسان عمل، چون اون موقع هم عمل فوق‌العاده زیاد بود. مراکز مثل الان نبود، شاید در کل تهران 3 یا 4 تا مرکز بود فقط جراحی قلب میکرد. الان بیش از 50 مرکز در تهران فقط فعالیت میکنه و این سبا از این هستش که حتی در شهرهای نسبتاً به اصطلاح متوسط و بزرگ در سرتاسر مملکت مراکز جراحی قلب هستش. یعنی شما حتی در اطراف تهران نگاه کنین، کرج، قم، قزوین، عراق، از این ور ساوه، بابل، نمیدونم فرض کنید ساری، قائمشهر، تمام این شهرهایی که حتی در نزدیکی فاصله کمی از تهران هستن یکی مرکز هم ندارن، چند تا مرکز دارن. و خب اون موقع هجوم مریض زیاد بود و خب مجبور بودیم جوابگوی این همه مریض باشیم و خب تا اغلب تا دیر وقت، خیلی دیر وقت عمل میکردیم. این که مثلا میگی شایعه درست میکنه هنوز هم درست میکنه، که ایشونا برام گفتن شایعه تو رجمش از شما بودن شما مردی. بله اونا مرسی های بودن، شرمنده، قربونتون برم. همونجا بذار از ممنون. مرسی خیلی زحمتش. بعد این شایعه ها، این دل سر کردن ها، این که دلتون رو میشکوندن، با اینا چجوری مقابله میکنید؟ چیکار میکنید که آرومتون، چیکار میکنید که آروم میکنید؟ نمیدونم والا، من خودم خیلی متاسفم از این که یه همچین جوی ما تو مملکتمون داریم. من نمیدونم برای چی این کار رو میکنن و منشأش چیه. البته یه مقدار خیلی زیادش مربوط متاسفانه نمیخوام بگم، بله یه مقدارش مال بخل و حسد و این چیزایی هستش که داریم. الانش خیلی سخت تره، چون شایعه میدونید شایعه بکنن آقا مثلا فرض کنید آدم از نظر اخلاقی فاسده، این کمتر آدمو درد میاره تا اینکه بیان بگن آقا این کاری که تخصص خودشه یا خودش انجام نمیده یا مثلا دستش میلرزه یا چیز. این خیلی خیلی میدونین خیلی به قول شما چیپ هستش، خیلی به نظرم این نه من برای حسد مریضا خیلیشون میان میپرسن، من بهشون میگم که خب نمیتونه خب واقعیت داشته باشه، من برای چی این کارو بکنم. البته کار جراحی کار تیمیه، من نمیتونم بگم از بی بسم اللهش تا انتهاشو باید من بکنم، چون هر قسمتشو باید، قسمت حساسشو من باید انجام بدم که همیشه انجام دادم. منتها خب اون موقع چون هیچ کسی آموزش نداشت، ما از شروع عمل تا تهش، حتی میگم اون دفعه هم شاید گفتم من تمام اندازه این پارچه هایی که رو مریضه باید بندازیم خودم به اصطلاح از اونجا آورده بودم و تمام اینا را چجوری این شانا رو بندازیم. خب کسی تجربه به اون شکل نداشتش اینجا، نه اینکه نبود، ولی خب یه ستاپی رو دیزاین کردیم با کمک همه آدمایی که اطرافمون بودند که این الان ستاپ همینجوری هم مونده و خیلی هم کارآمده، خیلی ساده و خیلی کارآمد هستش. قبلش هم در ایران جراحی قلب میشده، من نمیگم، من به نظرم به هر صورت این ادامه اون داستان رفته و تا الان هم تو خیلی از مراکز الان خوشبختانه این ستاپ که شامل همه چیز هستش از همون داستان هستش. این مسیری که بودیم شما مجبوری کسی هستی؟ خب همسرم خیلی کمک کرده، خیلی آدمایی که اطرافمون بودن، دوستای خیلی خوب، مثلا همین آقای پورمند که اینجا هستن، ما در دوره جراحی عمومی من کار میکردم توی درمانگاه ایشون، رسپشن اونجا بوده، به اصطلاح صندوقدار رسپشن و چیزی. خب این آدما میدونید 30 سال ما با هم کار کردیم، 30 سال، شاید بیشتر، شاید مثلا 32 سال.
آدمای خوبی هستن که اینا مثلا بدون اینا آدم نمیتونه موفق بشه. یعنی وجودشون، وفاداریشون به قول شما، صداقتشون، آنستی و اینا خیلی مهم هستش. این 100% آدمای زیادی بودن. خب آدم همسرش از همه مهمتره که به اصطلاح اگه کارشکنی بکنه تو کارش 100% مختل میشه. یعنی از نظر مغزی و روانی آدم نداشته باشه نمیتونه. مثلا من هر شب مثلا 11-12 شب اومدم خونه، صبح ساعت 6 رفتم بیرون، اگه قرار باشه که هی کسی نق بزنه بدبخت میشه. یکی باید ول کنه دیگه آدم، یا کارشو یا زنشو. حس شیشم رو اعتقاد داری یا اینکه همه کاراتون با استدلال و عقله؟ حس ششم رو یک کمیشو قبول دارم. یعنی من خیلی وقتا شده به فکر یه مریض افتادم، حتما اون روز مریض اومده من دیدمش. یعنی اینو هر وقت فکر مثلا یهو اتفاقی تو این هزاران مریض یهو یکی مریضی به نظرم میاد، این مریض همون روز میاد من میبینمش. در این حدشو قبول دارم. به انرژی های ماورایی نمیدونم اینا تا یه حدی اعتقاد دارم. نه اینکه بگم مثلا کارسازه، درمان میکنه. شما باشه انگیزه صبح بیدار میشی؟ نمیدونم، شاید دوست داشتن، عشق، بالاخره یه جور علاقه هستش دیگه. آدم دلش میخواد که زنده باشه. یعنی اگر من تو رخت خواب بمونم احساس مردگی و پوچی میکنم. باید بیام بیرون، بیام سر کار. 2 ماه برسم. نه تا الان من میگم من تا الان بزرگترین تعطیلی که گرفتم اونم ناخودآگاه بوده به خاطر مسائلی که پشت سر هم اتفاق افتاد. 2 هفته بوده. هیچ وقت غیر از تعطیلات نوروز که اونم اجباریه و امکان کار به هیچ وجه نیستش. اون بلا نمیشه. چرا؟ به هر صورت خودتون از پیشاپیش بردارید یه ماه تعطیل. الان نه، من تا الان احساس نکردم که باید این کارو بکنم. حالا نمیدونم در آینده شاید بکنم، شاید هم نکنم. همیشه ساعت روزه و تقریبا به خصوص تو دورانی که به اصطلاح دیگه جراحی قلب شروع کردیم و اینا بعد نه زودتر دیگه بیدار نمیشم. و اگر اون موقع شروع نکنه آدم، من فکر کنم روز از دست داده. باید زود شروع کنم. یعنی باید زود بیاد آدم از خونه بیرون و اگه بذاره به 9 صبح برسه کارش، دیگه کارش ولمعطل. یعنی اون روز کاملا از بین رفته. من احساسم اینه واقعا. اتفاقا روزهای تعطیل خیلی وقتا من سعی میکنم اگه اتفاق خاصی نباشه خیلی زودتر، اتفاقا برعکس 1 ساعت هم شاید زودتر، چون با یه سری دوستامون هستن که میریم تو طبیعت، کوه و طبیعت و نمیدونم الان که فصل سرما و برف و اینا هستش، اون دیگه زودتره. یعنی اون به مراتب روز تعطیل 4:30-5 بعضی وقتا. خیلی شما ترسیدی یا مثلا بزرگترین ترس زندگی داشتی؟ ترس حتما 100% بوده. ما هر روز صبح که بیدار میشیم ترس چی کنه میگه؟ این ترس گنده‌ای بوده چون کار شما به کار سختیه. بله، نه حتما تو کار جراحیمون ترس، وحشت، اضطرابای خیلی شدید اینا هستش، حتما هست. یعنی هر روزی نیستش که بدون اون تنشنا و مسائل عصبی آدم تمومش بکنه. ولی اون چیزی که مثلا فرض کنین آدم با مرگ مواجه شده باشه، نمیدونم، شاید اون بدترین چیزه دیگه. باید بدترین. من مرگ خیلی قبول دارم و معتقدم هیچ چاره‌ای هم نیستش. یعنی اصلا بقای جهان از یه طرف به مرگ نه تنها انسان و مرگ همه به اصطلاح موجودات، تمام هستی و کائنات وابسته هستش. همونجوری که به دنیا اومده، متولد شده، باید یه مرگی هم وجود داشته باشه. ما آدمایی که دیگه خیلی واضحه که باید به هر صورت دیر یا زود بریم، این شکی نیست. هر چقدر آدم اینو با خودش تمرین کنه به نظرم خیلی بهتره که آدم بدونه که این داستان بالاخره یه انتهایی داره. شاید از ظلمایی که میکنه آدم کمتر بکنه. ثروت شما چیه؟ سوا از مسائل به اصطلاح حرفه‌ای که من دارم، خب این خیلی مهمه. یعنی بزرگترین ثروت من الان اون به اصطلاح علم و تجربه ای هستش که طی این سالها یواش یواش مثل یه ساختمون بیلداپ شده. یعنی
اینجوری نیستش که مثلا این آجر رو بدی بیاری بذاری بگی این ساختمون تمام شد. این ساختمون احتیاج داره که صیقل بخوره، نمیدونم ملات داشته باشه، هی پله پله بیاد روش و چیز بشه. اینجوری نیستش که یک کسی هم اگه بخواد تو همین رشته فارغ التحصیل بشه روز اول بتونه این چیزها رو تجربه کنه. باید سالهای سال مثل ممارست بشه، تمرین بشه، واقعا خونه دل میخواد تا اینکه یواش. و من خودم احساس میکنم حیفه، من خیلی وقتا یه شرایطی پیش میاد میگم خب حالا همه بالاخره یه زمانی باید دیگه بزنن کنار. من الان احساس میکنم خب خیلی من یواش یواش این چیزا این همه اندوخته شده، حیفه یه آدم اینو بذارش کنار. بالاخره من فکر کنم یه ظلمه اگر آدم اینو بذاره کنار. یه بالاخره یه سری مریضا رو این از نظر علمیش آره من فکر کنم این هستش. بله آره دکتر، اون دفعه که دمیتون من از عشق پرسیدم ازتون چقدر به عشق اعتماد دارید، بعد شد کار قلب این دیگه ما همه عشق رو میگیم نمازش قلبه. گفتید انقدر خیلی کول میگیم که قلب خون پمپاژ کنه، عشق چیه؟ مثلا بهش اعتقاد داره. بعد خوش گردن گفتم این چیزی آدمیه چی؟ مثلا به عشق اساسا اعتقاد ندارم. حالا اون شاید بگم عجب من به عشق چرا میگم نه به عشق که نگفتم اعتماد ندارم. درسته که قلب برای چیزی نیست. نه درسته. ببینید قلب آدم هر وقت که به اصطلاح چون این چیزای علمی داره، هر وقت آدم یه اتفاقی که میفته میترسه قلبش میگیره یا قلبش تند میزنه. دقیقاً این به خاطر چون تو اینجا اتفاق میفته و اینجا احساسش میکنیم ما فکر میکنیم همش اینجاست. آره اینجاست. چرا میتونه باشه، میتونه همه جا باشه، میتونه تو دست باشه، میتونه. بله عشق وجود داره، چرا نه؟ ولی اونجوری که مثلا فرض کنید من آدم عاشق پیشه نیستم که مثلا فرض کنید یهو یه تابلو رو ببینم آقا من عاشق این تابلو شدم فلان و اینا. نه به عشق خب عشق وجود داره. میتونه مثل تولد، مثل مرگ، مثل نفرت، مثل بیماری، مثل جنگ، عشق هم وجود داره. یکی از واقعیت‌هاست. بالاخره آدم هر چقدر بی احساس باشه در یک مقطعی از زندگیش به یه چیزی عشق می‌ورزه. حالا هر چیز، طبیعت، خدا، خیلی طبیعت رو خیلی دوست دارم ماشاءالله.